سلام، ساغر نیکگهار هستم، مشاور و میزبان شما در فشنیدن. شما به اپیزود 4 از فصل 2 با محوریت فشن و فلسفه گوش میدید. ما همچنان با قطع اینترنت آزاد امکان مطلع کردن شنوندگانمون رو از انتشار بخش‌های جدید نداریم. ولی امیدوارم شما که صدای من رو میشنوید در اطلاع رسانی به ما کمک کنید. در این اپیزود هم موضوع فشن رو از دریچه عقاید یک متفکر برجسته بررسی می‌کنیم. موضوع اصلی امروز ما تحلیل مد به مثابه یک بازی زبانی و در نهایت یک شکل زندگیه. پیش از اون که وارد بحث اصلی بشیم، لازمه به فیلسوفی اشاره کنم که سهم بسزایی در شکلگیری این دیدگاه داشته. لودویگ ویتگنشتاین. ویتگنشتاین فیلسوف اتریشی تبار بریتانیایی، یکی از تأثیرگذارترین متفکران قرن 20 در فلسفه، به ویژه در حوزه منطق و فلسفه زبان محسوب می‌شد. او 2 دوره فکری متمایز رو پشت سر گذاشت که هر 2 دوره روی فلسفه تحلیلی تأثیر عمیقی گذاشتند. در دوره اول ویتگنشتاین زبان رو به مثابه تصویری از واقعیت میدید. اما در دوره دوم به ویژه در اثر ناتمامش یعنی پژوهش‌های فلسفی دیدگاه اون دگرگون شد. او زبان رو نه یک سیستم منطقی بسته بلکه مجموعه پویا و پیچیده از کاربردها می‌دونست. ویتگنشتاین معتقد بود که معنای کلمات نه در ارجاع مستقیم اونها به اشیا بلکه در کاربردشون در بافت‌های مختلف زبانی پنهان شده. او این کاربردها رو بازی‌های زبانی نامید. ویتگنشتاین استدلال می‌کرد که زبان مجموعه‌ای از بازی‌های زبانیه که هر کدوم قواعد خاص خودشون رو دارن. معنای یک جمله یا یک کلمه تنها در چارچوب بازی زبانی خاصی که در اون به کار رفته قابل فهمه. این ایده دریچه نو به سوی درک پدیده‌های فرهنگی از جمله مد باز میکنه. مثلا وقتی میگیم این استایل سنگینه، معناش بسته به موقعیت کاملا تغییر میکنه. اگر این جمله رو جلوی آینه و زمان خرید لباس بگیم، سنگین شاید یعنی با وقار، مرتب یا رسمی. اما اگر همین رو یک استایلیست یا عکاس مد وسط یک فوتوشوت بگه، ممکنه سنگین معنی بیش از حد جدی، کم تحرک یا نیازمند انعطاف در ژست بدنی بده. پس یه واژه به ظاهر ساده وقتی وارد 2 موقعیت متفاوت میشه 2 معنای کاملا جدا پیدا میکنه. این همون چیزیه که ویتگنشتاین توضیح میده. کلمات معنا رو از بازی زبانی موقعیت میگیرن، نه از تعریف ثابت و جهانی. دغدغه پرداختن به این موضوع مدت‌ها قبل با یک تجربه شخصی و مکالمه با یک دوست شروع شد.
ماجرا از این قرار بود که این دوست عزیز بعد از توصیف ظاهر یک خانم جوان با پوشش و آرایش نسبتاً متفاوت و البته از نظر اون نازیبا از من میخواست توضیح بدم که چرا بعضی ها طوری لباس میپوشن که از نظر خیلی ها حتی قشنگ هم نیست. اولین سوال من برای تکمیل اطلاعاتم این بود که کجا این خانم رو دیده و محدوده سنی این خانم چقدر بوده. جوابی که اون زمان به این سوال دادم به این خلاصه شد که لباس پوشیدن لزوماً وسیله‌ای برای زیباتر شدن نیست. در بعضی از موارد آدم‌ها با لباس پوشیدن متفاوتشون قصد دارن پیامی به جامعه اطراف بفرستن مبنی بر حال و هوا، عقاید و هویتی که دوست دارن با اون شناخته بشن. هرچند جواب قانع کننده‌ای برای دوست من نبود، ولی فکر کنم با این اپیزود برای خودم هم بود جدیدی از این سوال روشن شد. برگردیم به موضوع بحثم. ویتگنشتاین مفهوم بازی زبانی رو بسط داد و به شکل زندگی رسید. شکل زندگی یا form of life بنیانهای عمیق‌تر فرهنگی، اجتماعی و حتی بیولوژیکی هستند که بازی‌های زبانی ما رو ممکن می‌کنند. اینها مجموعه‌ای از اعمال، سنت‌ها، ارزش‌ها و شیوه‌های زیست مشترک یک جامعه یا گروه هستند. بیایید ما هم مد رو به عنوان بخشی از شکل زندگی در نظر بگیریم. با این حساب مد صرفاً مجموعه‌ای از لباس‌ها یا ترندهای گذرا نیست، بلکه یه نظام فرهنگی اجتماعیه که شیوه زیست، ارزش‌گذاری زیبایی شناختی و حتی هویت فردی و جمعی ما رو بازتاب و شکل میده. اونچه در یک شکل زندگی خاص مد روز یا زیبا تلقی میشه ممکنه در شکل زندگی دیگه‌ای کاملاً بی‌معنا یا حتی نامناسب جلوه کنه. برای روشن‌تر شدن این موضوع آزمایش فکری مقاله‌ای رو با همین موضوع مرور میکنیم. تصور کنید فردی از عصر حاضر آنی به لندن دوران ویکتوریا منتقل بشه. تفاوت فاحش در پوشاک، دامنهای بزرگ، توریها، کلاههای پردار در اون زمان و حتی حرکات و آداب اجتماعی نشون دهنده شکاف عمیق بین شکل زندگی دو دوره است. قضاوت زیبایی شناختی مردمان اون دوره بر اساس قواعد و هنجارهای زمان خودشون صورت میگیره و پوشش فرد منتقل شده احتمالاً صحیح به نظر نمیرسه. این مثال به خوبی نشون میده که چطور مد به عنوان یک شکل زندگی افقهای ادراکی و زیبایی شناختی مشترکی رو برای اعضای یک جامعه تعریف میکنه. نباید فراموش کنیم که شکل زندگی صرفاً مرتبط با دوره‌های تاریخی نیست که قابل تفکیکه. عوامل دیگه‌ای مثل فرهنگ، اقتصاد، سیاست روی این شکل زندگی اثرگذارن و همین عوامل باعث میشن اشکال لباس پوشیدن حتی در یک دوره زمانی به شکل‌های زندگی مختلفی اشاره بکنه. نکته قابل توجه دیگه پویایی و ناپایداری قواعد مده. برخلاف قوانین کلی طبیعت، قوانین مد جاودانه نیستند و با ماهیت چرخه‌ای و متغیر مد سازگارند. این تغییرات از طریق تمرین تقلیدی و حساسیت به قواعد صورت میگیره. ما با مشاهده، تقلید و دریافت بازخورد زبان مد و دستور زبان لباس پوشیدن زمان خودمون رو یاد میگیریم.
هرچند این قواعد یک چارچوب برای درک زیبایی شناختی مشترک فراهم می‌کنند، اما همچنان یک فضا برای تفسیر فردی و ابراز هویت هم وجود داره. پس میتونیم بگیم مد صرفاً پیروی کورکورانه از یک دستور زبان نیست، بلکه امکان بازی خلاقانه با این قواعد رو هم فراهم میکنه. همونطور که در تجربه لباس پوشیدن اون خانم جوان ابتدای اپیزود تعریف کردم. در تحلیل سیر تحول مد پیش از این هم به گیورگ زیمل اشاره کردیم و خوب از نظریه نفوذ از بالا به پایین زیمل غافل نشیم. زیمل معتقد بود که مد از طبقات اشرافی آغاز شده و به تدریج به اقشار پایین‌تر جامعه سرایت میکنه. این نظریه بازتابی از ساختارهای اجتماعی سلسله مراتبی قرن 19 بود. با این حال در جهان معاصر و با تغییر شکل زندگی جوامع این مدل دیگه به طور کامل پاسخگو نیست. امروزه پویایی مد خیلی پیچیده تر شده و تحت تأثیر عوامل متعددی قرار داره. با این وجود زیمل اصل بنیادین دیالکتیک تقلید تفاوت رو در مد کشف کرد. یعنی کشمکشی که همزمان افراد رو به همرنگ جماعت شدن یعنی تقلید و متمایز شدن یعنی تفاوت ترغیب میکنه و این همونطور که قبلا گفته بودیم موتور محرکه اصلی پدیده مد هست. در ادامه این اپیزود میشه نتیجه گرفت که مد پدیده‌ای چند وجهیه که با مفاهیم فلسفی مثل بازی زبانی و شکل زندگی پیوند عمیقی داره. درک این پایه‌های معنایی به ما امکان میده تا نگاهی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر به پدیده مد و جایگاه اون در فرهنگ و جامعه داشته باشیم. حالا ببینیم این مطالب در عمل چه کمکی به فعالان حوزه فشن میکنه. اولین اثر یا کمک به فعالان حوزه فشن شناخت دقیق‌تر معنا در استایل میتونه باشه. بارها این جمله رو شنیدیم که در فشن لباس فقط لباس نیست، یک پیامه. وقتی بدونی کلمات و نشانه ها بسته به موقعیت معناهای متفاوتی میسازن، بهتر میفهمی چرا یک استایل در یک جامعه بولد حساب میشه و در یک جامعه دیگه عادی. این شناخت به طراح، استایلیست یا برند کمک میکنه پیام بصری رو دقیق تر کنترل بکنه. دومین اثری که در موردش صحبت می‌کنیم ارتباط بهتر با مخاطبه. فشن به شدت وابسته به زبانه. ترندها، کپشنها، روایت برند، توصیف کلکسیون. وقتی بدونی زبان در چه بازی معنا تولید میکنه، پیام برند رو طوری تنظیم میکنی که برای مخاطب خودت قابل فهم، جذاب و هم معنا باشه. و دستاورد دیگه آشنایی با این نظریه پیشبینی واکنش فرهنگه. شکل زندگی یعنی اینکه معنا در دل یک سبک زندگی ساخته میشه. فعال فشن با این زاویه دید بهتر میتونه حدس بزنه یک طرح یا استایل در کدوم جامعه پذیرفته میشه و در کدوم جامعه احتمالاً سوء برداشت ایجاد میکنه.
این برداشت حتی در مرزهای یک کشور از شهری به شهر دیگه میتونه متفاوت باشه. طراحی و روایت هوشمندانه‌تر یکی دیگه از دستاوردهای آشنایی با این نظریه است. به جای اینکه فکر کنیم زیبایی فقط یک معیار ثابت داره، متوجه میشیم زیبایی شناسی هم یک بازی زبانی فرهنگیه. این آگاهی امکان میده کلکسیون‌های منعطف‌تر و روایت‌های عمیق‌تری ساخته بشه. کمک دیگه‌ای که آشنایی با این نظریه به ما میکنه و میتونم بگم یکی از مفیدترین اثراتش و کمک‌هاش میتونه باشه کم کردن سوء تفاهم در همکاری هاست. به خصوص در کارهای تیمی. در جلسات کاری واژه‌هایی مثل مینیمال، جسور، لوکس، اوورسایز یا تمیز خیلی به گوشمون خورده. ولی این واژه‌ها همیشه یکسان فهمیده نمیشن. از جایی به جای دیگه، از زمانی به زمان دیگه، از فردی به فرد دیگه این کلمات تعابیر متفاوتی دارن. فهم ویتگنشتاینی کمک میکنه تیم‌ها بدونن هر کلمه از کدوم بازی زبانی میاد و چطور باید شفاف سازی بشه. این مفاهیم به فعالان فشن کمک میکنه فهم عمیق‌تری از معنا، مخاطب، فرهنگ و روایت لباس داشته باشن و همین فهم تفاوت بین یک کار معمولی و یک کار اثرگذاره. امیدوارم این بحث دیدگاه تازه‌ای رو در مورد دنیای مد و فلسفه پیش روی شما باز کرده باشه تا دست کم بتونیم مد رو در بستر زمان و مکان و به طور کلی شکل زندگی بررسی بکنیم. اگر این اپیزود برای شما مفید و جذاب بود، از شما میخوام اون رو با دوستان و همکاران خودتون هم به اشتراک بگذارید. و برای حمایت از این پادکست به لینکی که در متن هر اپیزود قرار گرفته سر بزنید. ما هم همچنان تلاش خواهیم کرد زمزمه‌های فشن رو به پژواک اندیشه تبدیل کنیم.